به نام خدا، من احسان فتحی هستم. تو این فیلم آموزشی میخوام نحوه کار با سامانه افزایش بازدید رنگ 98 رو بهتون آموزش بدم. فرض کنید شما یک وبسایتی دارین که تازه تأسیس کردین یا ممکنه قبلا تأسیس کرده باشین ولی هیچ رتبه‌ای نداره در مرحله اول. خب شما برای اینکه رتبه سایت خودتون رو افزایش بدین باید تو سایت‌های مختلف برین تبلیغات انجام بدین و هزینه زیادی برای سایتتون بکنید تا یه مقداری رتبهش بهبود پیدا کنه. کاری که سایت رنگ 98 میکنه این هستش که رتبه سایت شما رو افزایش میده و شما به همین ترتیب میتونید بازدید کننده های بیشتری داشته باشین. بازدید کننده بیشتری که داشته باشین به سایتتون بیشتر اعتماد میشه، در نتیجه میتونید افزایش درآمد بیشتری داشته باشید. خب ما این کار رو تو 3 مرحله مجزا انجام میدیم. تو مرحله اول شما سایت یا سایت های خودتون رو میان ثبت میکنید. کاملا رایگان هست این کار. خب سایت های شما که ثبت شد باید منتظر بشین تا ما تاییدش کنیم. تایید که شد سایتتون، بعد شما باید بیان امتیاز جمع کنید. چطوری امتیاز جمع میکنید؟ باید از سایت های دیگران که مثل شما سایت خودشون رو ثبت کردن بازدید کنید. به میزان بازدیدی که انجام میدین شما امتیاز جمع میکنید. خب تا اینجا شما فقط امتیاز جمع کردین، هنوز از سایت شما بازدیدی صورت نگرفته. توی مرحله سوم امتیازایی که جمع کردین رو به سایتاتون اختصاص میدین. مثلا فرض کنید شما 1000 امتیاز اینجا جمع کردین، 1000 تا بازدید انجام دادین، 2 تا وبسایت دارین، 500 تا امتیاز رو به سایت اولتون میتونین اختصاص بدین، 500 تا امتیاز هم به سایت دومتون میتونین اختصاص بدین. به این ترتیب این 500 تا امتیاز تبدیل میشه به 500 تا بازدید از هر سایتتون که تو بازه زمانی کوتاهی این بازدیدها صورت میگیره و به این ترتیب آمار بازدید سایتتون افزایش پیدا میکنه. خب من برای اینکه یک مثالی زده باشم، شما اگر به سایت alexa.com مراجعه کنید، این یک وبسایت جهانی هست که رتبه سایت ها رو و آمار سایت ها رو میتونیم از طریق این وبسایت بگیریم. به عنوان مثال همین سایت رنگ 98 خودمون، اگر روش تایپ کنیم و فایند رو بزنیم، آمار این سایت رو بهمون میده. این قسمت رتبه جهانی سایت رنگ 98 هست، 454,000 که در حال بهبود هم هستش. نسبت به در واقع 1 ماه اخیر یا 3 ماه اخیر این آمار افزایش پیدا کرده. رتبهش در ایران هست 10,464 و همینطور که تو نمودار نگاه میکنید داره ارتقا پیدا میکنه این رتبه. خب چطوری شده این اتفاق افتاده؟ علتش اینه که بازدیدهای زیادی از سایت ما صورت میگیره، کاربرهای زیادی وجود داره و یک علت دیگه هم داره. علت دیگهش اینه که 26 تا وبسایت لینک سایت ما رو داخل خودشون قرار دادن یا ما خودمون لینک سایتمون رو داخل سایت های دیگران قرار دادیم. بنابراین وقتی شما میایین سایتتون رو داخل سایت ما ثبت میکنید، عملا یک جوری لینک سایت خودتون رو داخل سایت ما گذاشتین و این باعث میشه که رتبه سایتتون افزایش پیدا کنه. شما وقتی یه وبسایت رو تأسیس میکنید هیچ رتبه جهانی نداره، اینجا یه خط تیره میکشه. اولین کاری که انجام میدین باید بلافاصله رتبه سایتتون رو ارتقا بدین و این کار با تبلیغات مختلف امکان پذیر هستش. خب من توضیحات بیشتر رو میذارم تو پنل کاربری براتون ارائه خواهم داد. اگر شما عضو سایت نیستین کافیه که روی این قسمت کلیک کنید یا روی عضویت کلیک کنید، وارد صفحه عضویت میشین. اطلاعات رو که تکمیل کنید، ثبت نام رو بزنید، میتونید به صفحه اصلی مراجعه کنید به این قسمت و ایمیل پسوردتون رو بزنید و وارد بشید. وارد که شدین این قسمت میشه صفحه کاربری یا پنل کاربری که من توضیحات این پنل رو توی یک فیلم جداگانه به طور مفصل براتون ارائه خواهم داد.